در دهه دوردست زنان و دختران خواستند هنر و مهارت خود را نشان دهند. آنها مصلحت کردند که روز یکشنبه همه در میدانچه مرکز دهه جمع می آیند و هر کدام بهترین محصول دست خویش از جمله گلدوزی، کشیده‌دوزی، توربافی، زردوزی، تصویر در بالای متا، دسترخوان، سر و لباس و مانند اینها را به نمایش می گذارند. در روز تعیین شده همه زنان و دختران در میدان جمع آمدند. آنها با خود چیزهای زیادی عجیب و حیرت آور آورده بودند. اشخاص کلانسال دهه که هنرمندان بهترین اعتراف شده بودند از حیرت لب می‌گزیدند. چون صف زنان و دختران هنرمند و گلدست خیلی زیاد بود، زنان و دختران ثروتمندان چادر و رویجایهای شاهی و کمخوابی با زر و نقره آرا داده شده، پرده‌های حریر زردوزی که در آنها تصویر پرنده‌های عجیب و نادر توربافی شده بود و نمایش گذاشته بودند. اما یک زن کمبغل‌ترین دهه غالب دانسته شد. او به نمایش نه چادر گلدوزی آورده بود و نه رویجا و کرته‌های گلدوزی و نه پرده‌های حریر زردوزی، در حالی که از عهده همه این هنرها به خوبی می‌برآمد. او با خود پسر بچه 5 ساله‌اش را آورده بود. این پسر بچه باشد با خود پرنده خردکک چکاوک را آورده بود که خود آن را از چوب ساخته بود. وقتی پسر بچه پرنده را با لبانش نزدیک می آورد، چکاوک به سرودخوانی شروع می کرد و مثل پرنده زنده بال افشانده پرواز می کرد. همه در میان میدان هیکل بر این شخص شده به پرنده می نگریستند. ناگهان از آسمان چکاوک حقانی پرواز کرده آمد و به خوانش این پرنده همراه شد. هنرمند اصیل آن است که انسانی با عقل و ذکاوت و مهربان را می آفرد. این بود خلاصه کلانسالان ده.